تمام تصاویر که میبینید رو من با هوش مصنوعی پیکلامن ساختم. پیکلامن یک هوش مصنوعی تصویرساز کاملا رایگان هست و باهاش میتونید تصاویری با استایل واقع گرایانه تا انیمه، سه‌بعدی و کارتون رو بسازید. سلام، من ایمان هستم و به یک آموزش جدید از کانال خودتون خوش اومدین. توی این آموزش یک هوش مصنوعی تصویرساز جدید به نام پیکلامن رو بهتون معرفی میکنم. این هوش مصنوعی تصویرساز جدید پا به پای میدجرنی و لئوناردو داره جلو میاد و در حال حاضر کاملا رایگان و بدون محدودیت است. با من همراه باشید، نکات خیلی زیادی رو تا انتهای این ویدیو بهتون یاد میدم. ابتدا وبسایت پیکلامن رو باز میکنیم. آدرس اینترنتی اون رو من توی دیسکریپشن براتون میذارم، peaklamen.com. با استفاده از گزینه Generate for Free یا Launch App شما میتونید یک اکانت کاربری بسازید و لوگین بکنید. این قابلیت رو داره که از طریق اکانت گوگل و اپل خودتون هم لوگین کنید. از گوگل استفاده میکنم، یکی از اکانت‌های گوگل خودم رو انتخاب میکنم و به این شکل به وبسایت لاگین میشه. این هوش مصنوعی تصویرساز در حال حاضر برای ایرانی ها بدون VPN کار میکنه، ولی این احتمال هم وجود داره که در آینده محدودیت هایی اعمال بشه. در حال حاضر کاملا رایگان هست و بدون VPN شما میتونید از این هوش مصنوعی تصویرساز استفاده بکنید. اما هیچ گونه گارانتی وجود نداره. احتمال داره که در آینده نزدیک این هوش مصنوعی تصویرساز هم از حالت رایگان خارج بشه و پلن هایی رو توی وبسایت خودش ارائه بکنه. با ورود به این وبسایت در قسمت اکسپلور قرار میگیریم و تصاویری که توسط این هوش مصنوعی توسط کاربران جنریت شده رو اینجا شما میتونید ببینید. با کلیک بر روی هر کدوم از این تصاویر شما میتونید تصاویر رو با سایز بزرگتر ببینید و همچنین در پنل سمت راست اطلاعات خیلی زیادی در رابطه با جنریت این تصویر ارائه شده. پرامپت این تصویر رو شما اینجا به صورت کامل میتونید ببینید. با استفاده از گزینه کپی حتی این پرامپت رو میتونید کپی کنید، ببرید و دوباره تصویرسازی کنید توسط این پرامپت و قطعا نتایج جدید با این تصویر متفاوت خواهد بود. حتی به شما اطلاع میده که اینجا از چه مدلی برای جنریت این تصویر استفاده شده یا ابعادش چقدر بوده. با استفاده از این تصاویر بند انگشتی یا تامنیلی که در قسمت سمت راست وجود داره میتونید بین تصاویر جابجا بشین. خب برای جنریت تصویر باید وارد بخش کرییت بشیم. وارد قسمت کرییت میشیم. همونطور که میبینید تصاویری که قبلا من جنریت کردم اینجا نمایش داده میشه. در بالای وبسایت یک باکس متنی برای درج پرامپت داریم. پیکلامن مدل های متنوعی برای جنریت تصویر ارائه میکنه که در این لیست باز شونده اونا دیده میشن. هر کدوم از این مدل ها یک توانایی خاصی دارن و یک سری تصاویر رو خیلی بهتر جنریت میکنن. برای اولین تست من پیکلامن ریالیستیک V2 رو انتخاب میکنم. در منوی باز شونده بعدی ما میتونیم نسبت ابعاد و سایز تصویر رو مشخص کنیم. شما اینجا بر اساس اون شبکه اجتماعی که تصاویر رو براش نیاز دارید میتونید از ابعاد عمودی و افقی استفاده کنید. من چون برای یوتیوب تولید محتوا میکنم نسبت ابعاد 16:9 رو اینجا انتخاب میکنم. در بخش بعدی شما میتونید مشخص کنید که در هر جنریت چند تا تصویر برای شما بسازه. اینجا من عدد 4 رو انتخاب میکنم. خب در باکس متنی باید پرامپت خودتون رو بنویسید. پیکلامن در حال حاضر از زبان انگلیسی پشتیبانی میکنه. اینجا سیستم ترنسلیت یا ترجمه هم داره، ولی خب من توصیه نمیکنم از اون استفاده بکنید. اگر میخواید یک پرامپت خوب بنویسید شما میتونید از چت جی پی تی استفاده بکنید. یک راه حلی بهتون میدم که بتونید خیلی راحت با استفاده از چت جی پی تی پرامپتی که تمایل دارید رو ایجاد بکنید. ببینید فرمول چیه. نوشتم که بر اساس شرط‌های زیر یک پرامپت به من بده که این شرط‌ها چی هستن. انگلیسی باشه این پرامپت و بعد قابل استفاده در هوش مصنوعی تصویرساز باشه. موضوع چیه؟ موضوع لئوناردو دیکاپریو در حال لبخند زدن، او بسیار هیجان زده است. خب حالا شما میتونید که به این موضوع پر و بال خیلی بیشتری بدید. مثلا لوکیشن اون رو مشخص کنید، رنگ لباسش رو مشخص کنید و گزینه‌های مختلفی رو اینجا میتونید اضافه بکنید. پس شما با تغییر این موضوع
میتونید پرامپت های جدیدی ایجاد بکنید. پس این روش استفاده از چت جی پی تی برای نوشتن پرامپت بود. این پرامپتی هستش که الان بر اساس موضوعی که من درج کردم به من داده و الان من این پرامپت رو میتونم چیکار کنم؟ کلیک راست کپی و اون رو توی آرت جنریتور پیکلامن استفاده بکنم. برمیگردیم به پیکلامن. من همون پرامپت رو در باکس متن کلیک راست میکنم پیست و اینجا بر روی گزینه جنریت کلیک میکنم. درخواست من در صفحه انتظار قرار میگیره و پس از چند لحظه تصاویر ایجاد میشن. خب همونطور که میبینید تامنیل تصاویر برای من ایجاد شده و بر روی یکی از این تامنیل ها کلیک میکنم و همونطور که میبینید به راحتی با استفاده از چت جی پی تی من پرامپت مورد نظر رو دریافت کردم و پیکلامن هم خیلی خوب تصویر لئوناردو دیکاپریو رو برای من ایجاد کرد. وقتی که موس رو بر روی این تامنیل ها میبرید اینجا در گوشه سمت راست در تصویر گزینه دانلود وجود داره که با کلیک بر روی اون میتونید این تصاویر رو دانلود کنید یا با استفاده از این گزینه سطل آشغال میتونید این تصاویر رو کاملا حذف بکنید. با کلیک بر روی این تصاویر اینجا هم گزینه دانلود وجود داره. در این قسمت با استفاده از این گزینه شما میتونید تصاویر رو دانلود بکنید. پرامپت قبلی رو پاک میکنم، یک پرامپت جدید اینجا درج میکنم و در این تست میخوام که هوش مصنوعی پیکلامن رو در جنریت تصاویر کارتونی و انیمیشنی ببینم که به چه شکلی هستش. به همین منظور من اینجا گزینه پیکسار انیمیشن استایل رو درج کردم، یعنی تصاویر من دیگه حالت واقع گرایانه نداشته باشه و در سبک و در استایل انیمیشن های پیکسار باشه. خب و اینجا برای گزینه جنریت کلیک میکنم. درخواست من در صفحه انتظار قرار میگیره و پس از چند لحظه کوتاه تصاویر ایجاد میشه و تامنیل اونها نشون داده میشه. برای دیدن تصاویر با سایز بزرگ برای اونها کلیک میکنم و همونطور که میبینید الان دونالد ترامپ رو در استایل 3D انیمیشن های پیکسار به من داده و واقعا هم کارش رو خوب انجام داده. و تصاویر بعدی نکته‌ای که هست اینه که شما نباید این انتظار رو داشته باشید که در همون تلاش اول، در همون تست اول تصاویر خوبی برای شما ایجاد بشه. این احتمال هم وجود داره که شما بعد از 2 بار تست، بعد از 3 بار تست بتونید به اون تصویر ایدئالی که تمایل دارید دست پیدا بکنید. با یک پرامپت دیگه قدرت این هوش مصنوعی رو من میخوام به چالش بکشم و با همون تنظیمات قبلی و گزینه جنریت رو کلیک میکنم. درخواست من در صفحه انتظار قرار میگیره و بعد از چند لحظه تامنیل تصاویر نشون داده میشه و میتونیم اون تصاویر رو مرور کنیم. با کلیک بر روی هر کدوم از این تامنیل ها میتونیم تصاویر رو با سایز بزرگتر ببینیم. نتایج فوق العاده هست، نتایج بی‌نظیره و چیزی که من از پیکلامن خواستم این بود که یک اتومبیل اسپورت مسابقه‌ای رو در استایل سایبرپانک به من بده. اجازه بدید که کار رو برای پیکلامن یک مقدار سخت‌تر بکنیم. من پرامپت قبلی رو انتخاب می‌کنم، پاک می‌کنم. یک پرامپت خیلی پیچیده‌تر و خیلی سخت‌تر رو من اینجا توی باکس متنی پیست می‌کنم که این پرامپت رو من قبلا آماده کردم و اینجا با همون تنظیمات قبلی، یعنی مدل پیکلامن ریالیستیک V2 هست و ابعاد نسبت ابعاد 16:9 هست و تعداد تصاویر در هر جنریت هم برای 4 تنظیم شده. اینجا برای گزینه جنریت کلیک میکنم. درخواست من در صفحه انتظار قرار گرفته و پس از یک مدت خیلی کوتاه تصاویر ایجاد میشن. خب تامنیل تصاویر اینجا دیده میشه. برای یکی از این تامنیل ها کلیک میکنم و نتایج فوق العاده و بی‌نظیر هست. برای دانلود این تصاویر هم با کلیک بر روی گزینه دانلود یکی از این تصاویر رو برای خودم دانلود میکنم. پیکلامن امکانات و قابلیت‌های خیلی زیادی داره و توی آموزش‌های بعدی قابلیت‌های دیگه این هوش مصنوعی تصویرساز رو بهتون نشون میدم. از اینکه این ویدیو رو تماشا کردید از شما خیلی ممنونم. اگر این ویدیو براتون مفید بوده حتما اون رو لایک بکنید. آموزش‌های خیلی زیادی در زمینه هوش مصنوعی در راه هست. تا ویدیو بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم.